سلام بیننده های عزیز، امید که جور صحتمند باشید و از گذشته روزگار در امان باشید. خب امروز که شما موش می‌بینید، ما امروز در برنامه فرهنگی می‌دیم. بسیار یک برنامه جذاب است. شما که از ما باشید تا آخر ویدیو را که ما بلدشیم بهترین برنامه‌های فرهنگی را نشان میدیم. انواع و اقسام از غذاهای وطنی است که از زمانهای قدیم در کشور ما رواج بودند و تا امروز هم خوشبختانه مردم از ما اینا را نسل به نسل منتقل مونه و حالی میخواهیم که از خواهر گل بشنویم که این غذاها چی است و از چی تهیه میشه. سلام علیکم خواهر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز. خوش آمدید در اولین استرال از انجمن فرهنگی اجتماعی امامنا، استرالی که در کل خانه هزارگی است که ما خواستیم در کنار از غذاهای قدیمی و امروزی را بنشیم. بسیار زیاد تشکر. واقعا ما قدردان شما هستم، سپاسگزاریم که شما میگرین این غذاها را تیار می‌کنین و برای مردم از ما نشان میدین که یعنی ما هیچ وقتی امو چیزایی که در قدیم رواج است او رو فراموش ندیم و نسل به نسل انتقال میدیم. تشکر. زنده باشید. در ابتدا امین فرهنگ از ذکر بلدشون تبریک میکنم. سپاسگزارم از شما که فرهنگ از ما زنده نگامنین و لباسای هزارگی رو اینجا در نمایش دادید. تشکر از شما که خوش آمدید در دکان از ما ویدیو منید. بلده فرهنگ آزادی، بلده کلچر تمدن از ما شما، بلده عنعنات قدیمی از ما شما که هویت از ما زنده مونه. مثلا قدیم تا قدیم هویت از ما شما بوده. یک موقع بود از بین بردنی بود که واقعا مردم از را تلاش کرد، کوشش کرد که مثلا دوباره این فرهنگ زنده آره بسیار زیاد. این واقعا جای خوشبختی است که ما فرهنگ را هر سال نقل میدیم و در یاد از ما است زنده نگاه میدیم. خب شما از کدام دکان هستین؟ آدرس دکانتون در کجا است؟ آدرس دکان از ما است رود مری کالنی نوربن زرگری سر گلی امام گلزاری روبروی برانج 2 سوخان میتر. عالی بسیار زیاد. تشکر یک جهان. سلام بر شما. علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ فرهنگ هزارگی مبارک. هزارگی شما مبارک. تشکر. زنده باشید.
پا بکنیم. Şirizgo jarajo bhitabo jarajo shoizamo jarajo barkmiyo jarajo boyekmiyo jarajo şirizgo jarajo bhitabo jarajo shoizamo jarajo barkmiyo jarajo tu amadi taibo momadam pushtibo momadam pushtibo bardaymo kedimazam کدیم ازاق شیریزگو جارجو مایی تابو جارجو شایی زمو جارجو بارکمیو جارجو شیریزگو جارجو مایی تابو جارجو شایی زمو جارجو Pushti joy mamadam, pushti joy tu amadi, tai joy mamadam, pushti joy mamadam, pushti joy ardui makadi guftu goy shirizu go, jarajo ardui makadi guftu goy shirizu go, jarajo shirizu go, jarajo mai tabo, jarajo shoy zamo, jarajo borkemiyo, jarajo shirizu go. Jarajo, mai tabo, jarajo, shoy zamo, jarajo. Pushti bom mardai mo gufti du kalam shirizugo jarajo mardai mo gufti du kalam shirizugo jarajo mamadam taibam tu amadi pushti bom mardai mo gufti du kalam shirizugo jarajo mardai mo gufti du kalam shirizugo jarajo shirizugo jarajo mai tabo jarajo shoy zamo jarajo borkmiyo jarajo shirizugo jarajo mai tabo jarajo shoy zamo jarajo tu amadi taibo mamadam pushti bardaymo kedim azaq shirizugo jarajo mai tabo jarajo shoy zamo jarajo borkmiyo jarajo shirizugo jarajo mai tabo jarajo shoy zamo jarajo Pushtira ardui mukadi agniga shirizugo jarajo ardui mukadi agniga shirizugo jarajo mamadam taira tu amadi pushtira ardui mukadi agniga shirizugo jarajo ardui mukadi agniga shirizugo jarajo shirizugo jarajo mai tabo jarajo shoy zamo jarajo borkmiyo jarajo shirizugo jarajo mai tabo jarajo shoy zamo jarajo borkmiyo jarajo
کدیم از آوردوی ما کدیم از شیری زبا جاره جو مایی تبا جاره جو چای زما جاره جو بارک میو جاره جو بارک میو جاره جو شیری زبا جاره جو بارک میو جاره جو چای زما جاره جو چای زما خب بچه مناسبت نمیدیم روز فرهنگ هزارگیه. آره. تشکر از اینا که فرهنگ هزارگی را تشکر از اینکه فرهنگ هزارگی را سال یک دفعه زنده نه سال یک دفعه یادآوری نه. آره مو ملی لباس های هزارگی که دیگه و میرم میریم در نمایش که مردم ملی که مو یعنی فرهنگ ما یعنی کار ما واقعا یعنی بسیار وظیفه ما. آره. آره تشکر از تمام کسایی که فرهنگ از ما را آزادن زنده مونن. تشکر از هم تشکر از شما تشکر که من این زمان تبلیغات چارتو مثلا اگر این جازی حضور میاد چینل میبینم. آره دقیقا. خب خاله جان بلده بیننده های از ما چی گفتنی داریم و دیگه چی چیزا آوردین؟ بلده بیننده گفتنی را آرزو جان بود آرزو بود که چی چیزا آوردن نشان میده دی امیر نشان بدی لالا را امیر نشان بدی لالا را خب جان خوب اینجا باشیم جاره؟ بخیر خوش سلامت تشکر زنده باشیم خوش باشیم. بسیار زیاد تشکر از شما که فرهنگ از ما زنده نگانین و این لباس های نوربند ازرگی را آوردین اینجا. سلامت باشی جور باشی بازم برای همین فرهنگ ازرگی باید زنده شه باید تازه شه و خوشحال هستی که همین قوم دوست آباد به اسلام یاد میگیرن و خوشحال هستی سلامت باشی. خب آقای جان شما در اینجا چی لباس های هزارگی را آوردین بلده از ما نشان بدین؟ لباس هزارگی از شامل شال است، گلنگار است، دودامنه است و یک رقم دیگه یخنای رقم است، قبطمار و گلدوزی و اسکردهای مردانه و زنانه است. تشکر یک جهان تشکر زنده باشید. خب بیننده های از شما باید سعی کنید که اینا چی لباس های هزارگی را آوردن. جارجو مایی تابو جارجو چای زما جارجو بارک میو جارجو جارجو تو آمدی تای با ما آمدم پشتی با ما آمدم پشتی با وردوی ما کدیم از آوردوی ما کدیم از آق شیری زبو جارجو مایی تابو جارجو چای زما جارجو بارک میو جارجو شیری زبو جارجو مایی تابو جارجو چای زما جارجو خب باید از خود لاله هم بشنویم در مورد اموال چی و در مورد امنی لباس هایی که آوردن. سلام علیکم لاله خوبین؟ تشکر زنده باشین. تشکر یک جهان که فرهنگ از ما زنده نکنین و این لباس های هزارگی و همچنان پوشی کنشک کنشکی اینا را آوردید. شما از کدام دکان همگیر؟ یعنی دکان شد در کجا است و آدرس شد؟ فرهنگ مادر است بیش از 20 سال خدمات دارم. این بنیانگذار کلچر هزارگی در بسیار عالی موفق باشید.
غزالات في الغالب روزانه درس چیزا رو واقعا بسیار عالیه. تشکر ازت. وطن باشی صبح و شام ش قشنگه، چکرگشتی بله بام ش قشنگه، در بین بهترین جاهای دنیا هزارستو قدر نام ش قشنگه. دویمو کردیم از آور دویمو کردیم از آخشیری زبو جرجو مایی صابو جرجو شایی زمو جرجو بارک میو جرجو شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو شیری زبو جرجو اردوی مکدیت نگاه شیری زبو جرجو آمدم تایرا 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 تو آمدی پشتی را تو آمدی پشتی را آقا بچه مناسبت به این جمع شدیم. به نظرم فرهنگ هزارگیه. تشکر زنده باشم. یک تشکر خاص من از شما به خاطر از اینکه فرهنگ از ما را رسم و رواج از ما را زنده می‌کنید. پشتی باور دویمو کردیم از آور دویمو کردیم. خب آقا جان شما از طرف کدام دکان هستین؟ سرالی واقعا بسیار لباسهای نوربند شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو بارک میو وقت فرهنگ هزارگی تو چرا خود از رجل نگده؟ ما یک جای دیگه بودم خیر بخش یک دفعه باز فارغ شدم برو خانه پس از اون جواب باز برو با لباس هزارگی میگیره خواسته امیدواره. آی برق چیم تو شای برقه غوده بخی دریای خیال تو دیادی روی تو دل ما غرق غرقه. جور باش تشکر. یک غزل مگه زنده قومی زندگی زنده دلی را خوش داره زنده قومی زندگی زنده دلی را خوش داره یک دلی یک جای بودو و آغلی را خوش داره ما در رنگ صد رقم گلستو باور داره رنگ سرخ و زرد و ایشیل و نیلی را خوش داره چادر و پیران خورا خامک و گلدوزی مونه چادر و پیران خورا خامک و گلدوزی مونه گلنگار و نقش و رسم گلگلی را خوش داره چسکنی قصر و دیاری ملک دیگرو را علی چسکنی قصر و دیاری ملک دیگرو را علی غیدی از خود مو بشا خانه گلی را خوش داره آورای تیره و طریق را از راه پس منه آورای تیره و طریق را از راه پس منه روشنگی و استرای جلجلی را خوش داره تو کنو باور کی جایی آوی انگور آوی جو تو کنو باور کی جایی آوی انگور آوی جو آوی مغزی سنگ چشمه بلبلی را خوش داره. مقشری
زیبایی که خلاصه اصل چق چق میچقه از زبان چی خبر نیم که رسیم میچقه نمیچقه اگر خیلی خوب شی خیلی نوربند خان مصطفی الخانی البته دیگه شاعر ما بخی از یادم رفتد که کوی مکدم در تشویقی تمام شم دبله استیج میتلبم قدر تو نثار کوزادره استاد شاگردای تو قدر خیلی تشویق ده تشکر از شما و تشکر از شاگردای من راست پرسان کردین دمی گرمی شعر گوش کدام قدر مزه نمیدیه اجازه میطلبم از میر مجلس آقای یاسین زمیر و استاد تورانی آقای داود چنگیزی صاحب استاد الخانی دیگه دوستا منظور حنان صاحب ما هم در نوبت خو 19 مئی را بلده تمامی آزرگو و دیگه فرهنگ دوست قوما مبارک مگیم یک دو سه دنه دو بیتی بلدهش میخوانم مخصوصا بلده دوستایی که تکراری از چی پیش از پیش بخشش میطلبم مگه که غصه مثل بهار کی ممنه غصه مثل بهار کی ممنه عاقبت انتظار کی ممنه غصه مثل بهار کی ممنه عاقبت انتظار کی ممنه عاشق چمتو کی شجر باشم تلخی روزگار کی ممنه یک دو بیتی دیگه ما زیادتر کوشش نمیم روز امروز عاشقانه کم کم بلدشم بخوانم چون روز خوشیه دست غمزه میا لیلا سری بام دست غمزه میا لیلا سری بام دبل زخمیم نمک مزنه گلندام گلی بادام و سنجید تید کنم ما د پیشی پایشی آر بیگا و آر شام یک دو بیتی را بلده صفورا گفتدم صفورایی را که داود سرخوش همیشه از یاد کده البته از خود داودم نام گرفتم در اینجی صفورا دختری کابل زمینه صفورا دختری کابل زمینه گمانم یال سر پل میشینه دیاد داود آن سرخوش دلها دیاد داود آن سرخوش دلها د بامیو رفته یک می گل میچینه میتورید روی تو یک می مثل ماتو میتورید روی تو یک می مثل ماتو سری بیگا که ما رفتی پس یو تمام شار و عاقل روشنگی بود خجل بود مای 14 یک بجه شو بس اوی اینا یک دو بیتی دیگرم میخوانم البته با اجازه شم شمالک گوشی چادرشی گلنده شمالک گوشی چادرشی گلنده رقصی پیچه تو زخمی دل ما کنده قسم مخرم که بسته زندگی ما در یک تاری موی باریک تو بنده تشکر